سلام سلام بچه، چیز جالب میخوام بهتون بگم. وسط ریچموند هیل دست فروش هم داریم. باورتون نمیشه. الان میخواییم بریم پله سر بارون. نه خیر، الان داریم میریم میوه و سبزیجات بخریم. یه آقای هندیه که یه ون داره، بعد همه چی رو میاره. میریم ببینیم. شما با من همراه باشیم. هوام امروز نسبت به 2-3 روز پیش یکم بهتره. 6 درجه است. دیروز پریروز منفی 1 و 2 بود. اصلا نشد از خونه بزنیم بیرون. من و سروین امروز رو بریم یکم هم هوا بخوریم، هم بریم خریدمون هم بکنیم. بریم. کالسکه های سروین، این زیر پارکه. خب این از خیابونه همیشه آروم و سکوت ما. ببینیم آقای سبزی فروش چی برامون آورده امروز. و بعد این آقای سبزی فروش فقط پول کش هم حساب میکنه، یعنی کارت خان نداره، باید پول نقد بدی. برای همون به نفع ما هم هست، چون اونجوری دیگه مالیات کم نمیشه. یه ماه پیش خیلی قشنگ بود، درختش رنگ و رنگ، همش ریخت. الان هم قشنگ. سروینم خسته شد، رضایت داد بیاد بشینه تو کالسکش. خیلی هم شلوغ میشن اینجا، یعنی از محلهای دیگه و کوچه دیگه انگار میان، معمولا میان سبزیجات یه هفته شونا میخرن. نزدیک شدیم. من بهتون نشون میدم صفحه دست فروش آقای سبزی فروش، سبزی کم فروش. خیلی باحاله. میبینی چقدر شلوغه. این ماشینایی که میبینی همه میان پارک میکنن به خاطر ایشونه. اینم از ایشون. بریم ببینیم چی داره. خب اینجا سبزی مختلف داره، اسفناج و پیازچه و میوه است. نه دست نزنی، کثیفه. یا فلفل، بانگه، این صف و این جماعت رو این هست. بریم شروع کنیم بخرید. سیرم هم تموم شده، آدم نمیاد سیر بگیرم. خورده این بادمجونا چه بامزن، کوچولو. اینم میگه. اینم هویجه. میخوای بگیریم؟ آره. هویجه ببر بده تو سبد. ما خریدم نکردیم، شد تقریبا $18. به نظر خودم خیلی خوب شد. همین اگر میرفتم تو فروشگاه نورپرس میخریدم کمش باید $30 میدادم. خیلی به نظرم خوب شد، میارزه. یعنی هفته یه بار بیای میوه سبزیجات تو اینجا بگیری، به نفع.
اگر ریچموند هیل هستین حتما بیاین تو خیابون برنارده. خواستین لوکیشنش رو براتون بفرستم. بریم به سمت خانه.